بهتون آموزش بدم که شما بتونید نحوه استفاده از هوش مصنوعی در گوشیاتون که بیشتر هم فراگیر هست بهتون آموزش بدم. برای این کار خب من فعلا از سیستم عامل اندروید استفاده میکنم. اونایی که iOS دارن خب شاید یکم متفاوت باشه، ولی نحوه کار و اصول اساسی کار با هوش مصنوعی رو سعی میکنم به درستی خدمتون آموزش بدم. اینکه تعدادی از هوش‌های مصنوعی رو بهتون معرفی بکنم، هدفم این هست که به راحتی کارهای آموزشی شما رو انجام بده. خیلی راحت بتونید بعضی از مسائل خودتون رو با خلاقیت خودتون میکسش کنید و از هوش مصنوعی به درستی استفاده بکنید. در کارگاهی که امروز ما در خدمتون هستیم، من درباره نحوه ورود به بعضی از هوش‌های مصنوعی و استفاده اولیه از اونها خدمتون میگم. چطور چت جی پی تی داشته باشیم. احتمالاً خیلی از شما الان با چت جی پی تی مشکلی نداشته باشید و روی سیستم عاملتون ویندوز و یا گوشی‌های اندرویدتون و یا iOS خودتون نرم افزار موبایلی اون رو نصب کردید و گاهن هم دارید ازش استفاده میکنید. اما مسئله اساسی این هست که ما چطور بهینه و درست از چت جی پی تی خروجی هایی رو دریافت بکنیم که صحیح تر باشه، چون همونطور که خود چت جی پی تی هم در پاسخ هایی که به ما میده اعلام میکنه که این پاسخ ها میتونه درصدی خطا توش باشه و شما در حقیقت پاسخ هایی رو دریافت بکنید که صحیح نباشه. خب نکات اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی تو آموزش رو هم سعی میکنم بهتون بر حسب وظیفه‌ای که دارم بگم، هرچند که شما خودتون استاد هستید و تو این زمینه قطعاً رعایت میکنید. من الان میخوام تصویر رو فعلا ببندم که سرعت شیر تصویر و صدای من بیشتر باشه، صدا رو با کیفیت بهتری دریافت بکنید. فقط الان نمیدونم صدای من رو دارید یا نه. فقط یه پلاس بذارید، یه اوکی بذارید تا من خیالم راحت باشه و شروع بکنم به صحبت کردن. خب سپاس. میبینید من یه مقدمه کوچیکی الزامه اخلاقاً برگردنم هست که چون تو این حوزه کار میکنم خدمت شما عزیزان عرض میکنم. مطالبی که ما آموزش میدیم قرار نیست که جایگاه خلاقیت شما رو در آموزش کمرنگ بکنه. خودم به شخصه به عنوان کسی که در حوزه تکنولوژی آموزشی کار میکنه و یا برنامه‌ریزی درسی، اعتقادم این هست که هرچند اگر تکنولوژی ها و فناوری های جدیدی در عرصه آموزش ظهور پیدا بکنن، هیچ وقت نمیتونن جایگاه معلمی رو بگیرن. خب ترس‌هایی از ورود هوش مصنوعی وجود دارد. این که در آینده حوزه آموزش چگونه خواهد بود و غول‌های فناوری چه نقشی رو در آموزش بازی می‌کنند، این مسئله مهمی هست که خیلی از افراد بهش فکر می‌کنند. آخرین تحقیقاتی رو هم که در پایگاه‌های استنادی مثل وب آف ساینس و یا اسکوپس منتشر شده نشون میده که یکی از نگرانی‌های معلمان این هست که هوش مصنوعی قرار جای اونها رو بگیره، در حالی که خیلی از تحقیقات دیگه هم نشون داده در صورتی که معلمان شایستگی‌های مربوط به هوش مصنوعی خودشون رو افزایش بدن، قطعاً هوش مصنوعی نمیتونه جای خلاقیت، جای روابط انسانی رو پر بکنه. چه معلمانی موفقن؟ معلمانی که بتونن شایستگی‌های هوش مصنوعی خودشون رو افزایش بدن. برای همین هم یونسکو سال 2024 یک سری شایستگی‌هایی رو برای معلمان در عصر هوش مصنوعی اومده تعریف کرده
که من پیشنهاد میکنم برید کتابش رو از خود سایت یونسکو دریافت بکنید و ببینید که چه انتظاری از شما به عنوان یه آموزگار هستش داره. خب الان من کارم به این مقدمات و اینا نیست، من میخوام کاربردی‌تر هوش مصنوعی رو بهتون یاد بدم. آقا من چطور از چت جی پی تی استفاده بکنم برای اینکه یک سری سوالات با کیفیتی رو طراحی بکنم، چطور از چت جی پی تی استفاده بکنم برای اینکه طرح درس درستی بسازم، چطور از چت جی پی تی و یا هوش مصنوعی های دیگه استفاده بکنم تا منابع با رفرنس علمی رو پیدا بکنم. چت جی پی تی چه کمکی به عنوان یک دستیار میتونه برای من داشته باشه که بتونم تکالیفی رو برای دانش آموزان مشخص بکنم. اگه قرار من توی اختلالات یادگیری کار بکنم و با بچه‌هایی که به من ارجاع داده میشه، چت جی پی تی چه کمکی میتونه بکنه با توجه به نوع اختلال و نوع نیازی که اون بچه داره تکالیف موضوعی رو براش تهیه بکنه، چاپ بکنیم، در اختیار دانش آموز قرار بدیم. به عنوان یه دانشجو اگر در جلسه هستید یاد میگیری که چطور از چت جی پی تی استفاده کنی تا یک مقاله علمی بنویسی، بتونی اون رو منتشرش کنی، که البته من یه دوره اختصاصی ویژه کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش تدوین کردم، در ماه آینده برگزار میشه و خب اونجا به صورت خیلی خیلی تخصصی در مورد انواع هوش مصنوعی و نوشتن یک مقاله علمی خیلی به هر حال مستند آموزش داده میشه. همه فصل ها اونجا آموزش داده، ولی الان فعلا میخوام در مورد کاربرد عملی اینها تو حوزه هوش مصنوعی و آموزش با هم صحبت بکنیم. برای همین اولش میریم سراغ چت جی پی تی. اگر موافق باشید بریم سراغ چت جی پی تی. اونایی که چت جی پی تی دارن روی سیستمشون و یا روی گوشیشون یه پلاس بزنن تا من خیالم راحت باشه. خب من هم شیر بکنم. خب لطفاً تعامل بکنید چون خیلی مهمه. خب الان من دارم سعی میکنم که اگر شد تصویر گوشیم رو هم بذارم اینجا. که شما هم ببینید. خب امیدوارم که الان این تصویر رو شما ببینید. این تصویر گوشی من هست. اگر میبینید اوکی بدید لطفاً. باز میخوام حسابی با این پلاس کار کنید دیگه. تصویر من رو دارید یا نه؟ خب خانم سیستمی من ممنونم، یکی از بهترین دانشجویان من بودید شما. خب خانم میرزادی بزرگوار مرسی، متشکرم. خب ببینید همکارای عزیز، چت جی پی تی به راحتی الان در دسترس من و شمای معلم و یا شهروند ایرانی هستش. از شما به راحتی کافی هست که این نرم افزار رو دانلودش بکنید و ازش استفاده بکنید. خب اگر که پلی استور دارید میتونید از پلی استورتون استفاده کنید و اونو دانلودش کنید. کافیه روی پلی استور خودتون بزنید روی اندروید و سرچ بزنید در قسمت پایین و اونجا چت جی پی تی رو تایپ کنید. گزینه‌های مختلفی رو بهتون پیشنهاد میده. همکاران دقت بفرمایید که ما فقط چت جی پی تی اوپن
AI رو میخوایم و الزاماً فقط با همون میخوایم کار بکنیم. پیشنهاد من به شما این هست که از طریق گوگل کروم خودتون وارد سایت اوپن ای آی بشید، از اونجا نسخه اندروید رو دانلود بکنید. خب چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ خب کاری نداره، کافی است که وارد در حقیقت گوگل کروم خودتون بشید و اونجا چت جی پی تی رو در قسمت بالا تایپ کنید. اولین سایتی که به شما پیشنهاد میده سایت chatgpt.com هستش که میتونید از همینجا وارد سایت ChatGPT بشید. چون من قبلا وارد شدم بلافاصله الان اومد و ChatGPT رو برای من باز کرد. در قسمت بالا یک لاگ این داره، یعنی شما میتونید وارد ChatGPT تون بشید. کافی هست که روی لاگ این بزنید و شما رو هدایت میکنه سایت اوپن ای آی به محلی که میخواید ثبت نام کنید و یا وارد بشید. خب اکثر گوشی ها که ما استفاده میکنیم عمدتاً اکانت گوگل رو داریم، حالا یک جیمیل میتونه باشه یا اکانت مایکروسافت میتونه باشه. اکثر شماها این رو دارید و روی گوشیتون ست کردید برای اینکه شماره تلفناتون رو اونجا ذخیره کنید، یک فضای ابری داشته باشید، بتونید از کاربر نگار استفاده کنید، اکسل نگارتون استفاده کنید و یا داک نگارتون. اونایی که iOS هم دارن که کارشون خیلی راحته، خیلی از محدودیت ها رو نداشتن قبلا و الان هم ندارن، میتونن با اپل آیدی خودشون وارد بشن. با تلفن یکم سخته. پیشنهاد ما که مطمئن‌تر هست استفاده از گوگل اکانتتون هست و یا اپل آیدیتون. من روی کانتینیو ویت گوگل میزنم و قطعا یکی از حساب‌های گوگلی که دارم جیمیل میتونه باشه. به هم پیشنهاد میده که میخوای با کدوم یکی از این حسابات باز وارد این بشه، چون حالا من بهش گفتم از گوگل اکانت من استفاده کن و قبلا هم گوگل اکانت خودم رو ست کردم با گوشیم. الان به راحتی با گوگل اکانت لاگین شد و من دارم اینجا سوابق کار خودم رو و یا محیطی که میتونم از چت جی پی تی استفاده بکنم رو مشاهده میکنم. ببینید همه این چت های قبلی من وجود داره و روی نیو چت که بزنم اینجا محیط رو میتونم ببینم. خب این روشی هست که شما میتونید در گوشیتون ازش استفاده کنید. اما در محیط ویندوز که الان من محیط ویندوز رو میخوام بهتون نشون بدم، باز شما میتونید نرم افزارهای مخصوص به ویندوز رو هم نصب کنید. یعنی این قابلیت شرکت اوپن ای گذاشته که شما نرم افزار ویندوزی چت جی پی تی رو هم بتونید روی سیستم عامل ویندوزتون هم نصبش بکنید. خب من قبلا از سایت اوپن ای رفتم و نسخه ویندوز اون رو دانلود کردم و نصب کردم. کاری هم نداره، شما فقط و فقط کافیه که سرچ بزنید. گوگل کروم خودتون رو باز بکنید و سرچ بزنید. به صورت فارسی هم میتونید سرچ بزنید، هیچ مشکلی نداره. مثلا هر چیزی که حالا الان چت به صورت فارسی من میزنم، چت جی
PT برای ویندوز. خب این رو سرچ بزنید. حالا ویندوز 10 میخواید، ویندوز هر چی که میخواید. پیشنهاد من این هست که برای این کار حتما بیاید از خود سایت OpenAI استفاده کنید. یعنی هر وقتی که میخواید چت جی پی تی رو دانلود کنید یا هر برنامه‌ای، پیشنهاد اینه که از خود سایت اصلی بیاید و دانلود کنید. به محض که شما چت جی پی تی رو بزنید اینجا chatgpt.com بهتون پیشنهاد داده میشه و میتونید که وارد وبگاه اون بشید که همونطور که گفتم دوباره روی لاگین میتونید بزنید و با یکی از روش هایی که بهتون توضیح دادم که حالا میتونه گوگلتون باشه یا مایکروسافت و یا اپل وارد چت جی پی تی بشید. پیشنهاد میکنم حتما لاگین کنید. چرا؟ چون یک لایبراری و یک هیستوری برای شما تشکیل میشه که میتونید سابقه های سرچ خودتون رو هم ببینید. الان در اینجا شما باید ببینید که من وارد محیط چت جی پی تی خودم شدم. چت جی پی تی فیلتر نیستش. چت جی پی تی فیلتر نیست و شما به راحتی باید بتونید ازش استفاده کنید. چت جی پی تی برای کاربران ایرانی آزاد هست. اگر که شما توی این قسمت مشکل دارید، احتمالاً از آیفون دارید استفاده می کنید. آیفون چون سیستم امنیتیش بالاست و خود iOS و خود آیفون ایران رو تحریم کرده، بنابراین دسترسی به چت جی پی تی از آی پی های ایران براتون امکان پذیر نخواهد بود و یک سری ایرادهایی رو براتون میگیره که لازم هست شما وی پی ان نصب بکنید که یک کشور دیگه، یعنی آی پی آدرستون تغییر کنه به یک کشور دیگه. احتمالاً دارید از خانم الطافی از آیفون استفاده میکنید چت جی پی تی رو، یعنی از گوشیتون که آیفونه استفاده میکنید. همونطور که توضیح دادم آیفون، خود آیفون یعنی شرکت اپل ایران رو محروم کرده، ایران رو تحریم کرده. شما اگر میخواید استفاده کنید باید از نرم افزارهای تحریم شکن و یا VPN استفاده بکنید تا بتونید از چت جی پی تی بهره ببرید. چون به محض اینکه شما با اینترنت ایران وارد چت جی پی تی میشید یا اتصال پیدا میکنید با آیفون، لوکیشن محل اتصال شما و کشور توسط آیفون که موارد امنیتی خیلی خوبی هم داره شناسایی میشه و خب استفاده شما رو از نرم افزارهایی که تحریم هستن رو ممنوع میکنیم. برمیگرده به خود آیفون، مشکل نداره. الان اون بچه‌هایی که اندروید دارند الان این مشکل رو نباید داشته باشن، درسته؟ الان خود من این مشکل رو ندارم. شما اگه از لپتاپ استفاده کنید نباید با مشکل مواجه بشید. پیشنهاد من اینه که با لپتاپتون بدون فیلتر شکن وارد بشید. حالا اگر لپتاپتون هم مکبوک هست که خب یعنی اپل هست، اونجا باز با مشکل مواجه میشید که من یه روشی رو بهتون میگم. خب خانم توبا سیستانی، شما فکر کنم اپل داشتید اگه یادم باشه در کلاس، درسته؟ یعنی آیفون داشتید تا جایی که من میدونم، اگه خاطرم باشه. نه نداشتید؟ خب پس چرا دارید با وی پی ان وارد میشید؟ نباید مشکلی باشه. یک بار بدون وی پی ان امتحان بکنید. قاعدتاً چت جی پی تی آزاد شده
و هیچ مشکلی برای استفاده کاربران ایرانی هم نیست. میشه بهتون پیشنهاد بدم که نرم افزار، الان تایپ میکنم، نرم افزاری به نام AnyDesk، نرم افزاری به نام AnyDesk رو نصب کنید. من مشکل شما رو میتونم حل بکنم. خب این نرم افزاری هست به نام AnyDesk. یادداشت کنید همکارا، این خیلی به دردتون میخوره. این AnyDesk این خدا AnyDesk این نرم افزاری هست. حالا به این صورت میتونید سرچ بزنید. بله تقریبا کاربردهاش بهتره، ولی آیفون یه سری دسترسی‌های بیشتری داره. آیفون تا حدودی دسترسی‌هاش بیشتره و خب یکم هم جذاب‌تر هم هستش. من خودم کار کردم با چت جی پی تی آیفون، همونه در حقیقت، ولی خب چون ساختار طراحی نرم افزار برای آیفون یکم متفاوت از اندروید هست، تا شما میتونید تغییراتی رو ببینید، ولی عین همونه، یعنی امکاناتشون مثل همه. نه با مشکل مواجه نمیشید، چون قرار هست که ما یه سری اصول اولیه رو بهتون بگیم که خیلی مهمه توی چت جی پی تی. حالا این نرم افزار AnyDesk همکارا، الان براتون شکلش رو هم میذارم که ببینید. این نرم افزار AnyDesk هست. کافی هست شما AnyDesk رو سرچ بزنید تا براتون بیاره. شکل و قیافه AnyDesk هم به این صورت. این نرم افزاری هست که شکل و قیافش رو ببینید. کافی AnyDesk رو بزنید، این آیکونش هست. قابلیت دانلود برای گوشی و سیستم عاملتون رو هم داره. حالا فعلا برای اندروید میتونید باهاش وصل بشید و از راه دور هم حتی سیستمتون رو کنترل کنید. عزیزایی که مشکل دارن، به خصوص اونایی که اندروید دارن، اعلام بکنن تا وصل بشیم و مشکلشون رو حل بکنیم. توی قسمت پشتیبانی من گفتم که تا 2 هفته سعی می‌کنم که مشکلات شما رو بررسی بکنیم و حل بکنیم. خب حالا بریم سر وقت آموزش چت جی پی تی. ببینید همکارا، محیط چت جی پی تی آیفون، اندروید، ویندوز تا حدودی شبیه به همه، یه تفاوت‌های ریزی داره. الان این در محیط ویندوز هستش. این محیط ویندوزه. شما در قسمت بالا میتونید معرفی‌های مربوط به اون رو داشته باشید. رو علامت چت جی پی تی بزنید، یه سایت بار براتون باز میکنه. نیو چت رو دارید، چت هایی که انجام دادید رو میتونید سرچ کنید. یه لایبراری دارید، عکس ها، فایل ها، هرچی آپلود کردید اینجا قابلیت دیدن داره و یه سری امکانات دیگه که برای ما فعال نیست. و چت هایی که تا الان باهاش داشتید، روی هر کدوم از اینها بزنید. خب براتون چت هایی که قبلی انجام شده رو میاره. شما کافی است که روی نیو چت بزنید تا چت جدید براتون باز بشه. میدونید که هوش مصنوعی چت جی پی تی یک هوش مبتنی بر متن هست، یعنی دستوراتی که شما به صورت متنی بهش میدید رو تحلیل میکنه، آنالیز میکنه و بر حسب اون دیتا و یا اون ایجنت هایی که داره میاد و کارهایی رو برای شما انجام میده، هندل میکنه. توی صفحه ویندوز رو یه معرفی میکنم و بعد میریم اندرویدش رو هم معرفی میکنم. ببینید چت جی پی تی
در قسمت بالا 2 تا گزینه داره. یک چت جی پی تی پلاس و چت جی پی تی. چت جی پی تی پلاس یعنی اینکه خب امکانات بیشتری رو در اختیار شما قرار میده و نیازمند این هست که شما دلار خرج کنید بچه‌ها. اگه دلار دارید که بسم الله، اگه کریدیت کارت دارید که بسم الله، میتونید روی آپگرید بزنید و 2 تا گزینه براتون میاره، پرسونال، شخصی و بیزینس. هر کدوم رو که خواستید میتونید استفاده کنید که توی 3 تا پکیج به شما ارائه میده، فری، پلاس و پرو. این یکی $20 هست در ماه و این یکی $200 در ماه. بله با دلار 100 تومانی $20 برای یک ماهش پلاس رو میتونید استفاده کنید. پروش هم که $200 100 تومانی ناقابل میتونید استفاده کنید. ولی ما این امکان رو داریم که توی فری، یعنی همین چیزی که آزاد هست، هرچند که محدودیت هایی رو برای ما قرار داده، بیایم و دسترسی داشته باشیم به آخرین نسخه چت جی پی تی که همون نسخه چت جی پی تی 5 هستش. 5 هر 5 ساعت چت جی پی تی به شما اجازه میده که یه تعدادی فایل رو آپلود کنید، یه تعدادی عکس رو جنریت کنید، بسازید و یا یه سری مموری ها و یا کانتکست رو دسترسی داشته باشید و یا دیپ سرچ یا سرچ عمیق رو داشته باشید که برای ما کافیه همین. یعنی من قراره که تو این جلسه بهتون یاد بدم که چطور از این ظرفیت فری چند بار استفاده بکنید. خود من تجربه‌ام رو میگم خدمتون. کارهای خیلی مهمم رو حتی با همین فری انجام میدم. گاهی وقتا فکر میکنم از قبل پلن میچینم که چه دستوری و چه پرامپتی به چت جی پی تی بدم که اون کار من رو با همون تعداد دسترسی محدود توی فری بتونم به راحتی انجام بدم. چیزی هم که میخوام به شما آموزش بدم همینه. حالا اگر شما تمایل داشتید که تعداد سوالاتتون بیشتر بود که تخصصی بود و نیاز داشتید که فایل آپلود کنید و یا اینکه ایمیج جنریت کنید و یا اینکه دیپ سرچ داشته باشید، خب این لازمش این هست که خب شما چند تا اکانت درست کنید. الان همینجا ببینید من یکی از صرفندهایی که میشه استفاده کرد اینه. الان خدمتتون میگم یکی از صرفندها اینه که شما چند تا ایمیل داشته باشید. الان ببینید من الان اینجا 3 تا ایمیل دارم. میتونم بیشتر هم ایمیل تولید کنم. پس شما به ازای هر ایمیلی که برای خودتون بسازید که حد فکر کنم تا 10 تا میتونید این کار انجام بدید، میتونید وارد بشید با اون ایمیل و اونجا سوالات پلاس خودتون رو بپرسید. شما هر تعداد ایمیل میتونید قشنگ داشته باشید، واردش بشید. الان من به راحتی مثلا کارام رو با همین 3 تا ایمیل هم که هر کدوم 10 تا فایل رو 10 تا سوال اصلی از چت جی پی تی هست رو میتونم در طول روز بپرسم. 30 تا سوال تخصصی وقتی درست از چت جی پی تی بپرسید، عمدتاً توی اولی، دومی یا سومی شما جوابت رو میگیرید، دیگه نیازی ندارید. چیزی که امروز قرار بهتون یاد بدم همینه که چطور درست از چت جی پی تی سوال بپرسید تا اون پاسخهای درستی رو بهتون بده. روش دیگه هم این هست که شما میتونید از یک سری ایمیل های موقت استفاده کنید. خب ایمیل های موقت مثل سایت تمپ میل یا همون ایمیل موقت که اگه شما بیاید و سرچش بکنید توی اینترنت ایمیل موقت، من اینجا سرچ میکنم توی گوگل کروم ایمیل موقت، ببینید
ایمیل موقت رو که بزنید سرچ کنید اولین سایت tempmail.org که اینجا هست براتون میاره. کافیه یه بار روی این سایت کلیک کنید. وارد سایت که شد یه آدرس ایمیل موقت رو اینجا برای شما میسازه. که برام بزنم اینجا گفته که یه سرویس برای دریافت ایمیل توی یک آدرس موقت بهتون میگه که میتونید ازش استفاده کنید. خب اینجا هم باز میشه از چت جی پی تی و اون محدودیتش رو دور زد. الان اینجا من وارد چت جی پی تی میشم. وارد چت جی پی تی که بشید همون جایی بود که توی لاگین ها داشتم خدمتون عرض میکردم. حالا توی گوشیتون الان بریم گوشی رو هم نشون بدیم. خب توی گوشی زمانی که لاگین میکردید اونجا از شما ایمیل میخواست، آدرس میخواست. به راحتی میتونید از همونجا برای ورود به چت جی پی تی استفاده کنید. من راحت ترین کار رو برای خودم انجام دادم. اومدم چند تا جیمیل درست کردم و هر کدوم از اینها رو توی کروم خودم قرار دادم. هر بار که میخوام وارد کروم بشم ازم میپرسه که کدوم یکی از اینا میخوای وارد چی؟ شما هر کدوم که خواستید رو مثلا اگه با این فناوری درستون محدودیتتون تموم شده میتونید با این یکی وارد بشید. کافی هم هست که چت جی پی تی رو اینجا سرچ کنید و به همین راحتی واردش بشید. یعنی الان شما یه دسترسی با اکانت ایمیل جدیدتون دارید که میتونید 30 تا سوال هم ازش با چت جی پی تی 5 بپرسید. پس نکته‌ای که امروز یاد گرفتیم و آموزش داده شد این بود که بیایید از جیمیل های مختلف استفاده کنید برای اینکه از نسخه فری و امکاناتون استفاده کنید، محدودیتاش رو دور بزنید. بله، ایمیل موقت یه بار برای لاگین کردن استفاده میشه. دیگه پیشنهاد نمی کنم که از ایمیل موقت برای ذخیره داده هاتون استفاده کنید. اسمش روشه دیگه. برای یک کاری میخواید شما استفاده کنید، برای لاگین شدن میخواید استفاده کنید، سوالتون رو بپرسید، کپیش کنید و تمام. برای کارهای شخصیتون حتما از یک جیمیل معتبری که برای خودتون ساختید، امنیتش و سکیوریتیش رو رعایت کردید، از اون استفاده کنید. خب این نحوه ورود به چت جی پی تی هست. من اجازه میخوام که وارد چت جی پی تی بشم و چند تا کار عملی رو با هم انجام بدیم. خب با چت جی پی تی کدوم یکی از این در حقیقت چیزان وارد بشم؟ الان با هم تصمیم میگیریم. من میخوام همونطور که بهتون آموزش دادم الان با این جیمیل منیارم وارد بشم. خب نسخه ای هم که استفاده میکنم نسخه چت جی پی تی هست. حالا بریم سر وقت این آموزش. ببینید در این صفحه شما یه پلاس رو میبینید، یه به علاوه رو میبینید.
در کنارش نوشته ask anything، هر چیزی میخوای ازم بپرس. یه میکروفون رو اینجا میبینید و یه use voice mode. اگه روی گوشیتون استفاده میکنید که الان من تصویر گوشی رو هم شیر میکنم که ببینید، اینجا هم باز شما یه دکمه پلاس رو میبینید که اگه روش بزنید براتون یه سری منو رو باز میکنه. توی این منو اد فوتو رو دارید، گزینه اول. گزینه دوم تیک فوتو دارید که کامرای شما رو باز میکنه و شما میتونید باهاش عکس بگیرید. اد فایل رو دارید که میتونید فایل های مختلفی مثل ورد، پی دی اف، اکسل و یا فایل هایی که ساپورت میکنه جی پی جی رو بهش بدید. گزینه ای که به درد ما معلمان میخوره و دانش آموزا و جدیداً بهش اضافه شده، گزینه‌ای به نام Study and Learn هستش. فوق‌العاده است این گزینه، کمک زیادی میکنه به دانشجویان برای اینکه در زمان امتحان جزوات رو به راحتی بخونند، خلاصه کنند، یاد بگیرند، با جزوات مباحثه بکنند. این قابلیتی چیزی هست. حالا هر لحظه گوشی من خاموش میشه. گزینه‌ای دارید به نام Create Image که مشخص درست کردن تصویر. گزینه‌ای به نام Think Longer اضافه کرده که میاد فکر میکنه، یعنی هوش مصنوعی به جای شما یکم فکر میکنه، عمیق‌تر فکر میکنه که بهتون توضیح میدم کجاها میتونید از این استفاده کنید. و دیپ ریسرچ یعنی یک پژوهش عمیق. روی گزینه مور هم که بزنید 2 تا گزینه دیگه براتون باز میکنه. وب سرچ، کنواس که یه سری امکانات دیگه رو در اختیارتون قرار میده. اگه گوگل درایو داشته باشید میره وصل میشه، فایل هایی که اونجا رو دارید رو براتون شیر میکنه و گزینه های دیگه وان درایوتون. خب ما فعلا الان توی چت جی پی تی میخوایم به عنوان مثال یه عکسی رو بهش بدید و تحلیل کنه برای شما اون عکس رو. میتونید روی اد فوتو بزنید این کار رو انجام بدید. یا من مثلا میگم شما املای انگلیسی حالا میتونید، ولی فارسی یکم سخت هست، من تستش نکردم. خانم مریم الطافی یا خانم ملیحه شما میتونید املاهای بچه ها رو اگه خوشخط باشن بهش بدید و اون ببینه که چه مشکلاتی دارند یا نتایج، حالا اینجا نباید بگم ولی خب نتایج تست رو هم میتونه بهشون بدید تحلیل کنه براتون. یا عکس مثلا آزمایش ها رو میتونید این کار انجام بدید بهش بدید تحلیل کنه براتون. و مهمتر از همه اد فایل هستش دیگه که شما زمانی که روی اد فایل بزنید میتونید فایل های پی دی اف رو که توی گوشیتون هست بهش بدید و اون بیاد برای شما چیکار بکنه؟ تحلیل بکنه. من مثلا داکیومنت رو انتخاب میکنم و یک فایلی رو انتخاب میکنم که بتونم تحلیلش رو داشته باشم. ببینم چه فایلی اینجا دارم. مثلا این فرم آزمون استخدامی رو بهش دادم. الان این فرم که شد آپلود شد براش. حالا شما میتونید سوالات مختلف خودتون رو از چت جی پی تی بپرسید. نکته مهمی که امروز قرار است من به شما آموزش بدم و متفاوت باشه
از کاری که خودتون انجام میدید اینه که میخوام نحوه درست چت کردن و یا سوال پرسیدن و یا دستور دادن به چت جی پی تی رو بهتون آموزش بدم تا شما بتونید خروجی های درستی رو از اون دریافت کنید. چیزی که مهمه اینه، خب گاهی پیش میاد که شما میایید و دستورهای کلی رو به چت جی پی تی میدید، دستورهای کلی میدید و میگه یه متن رو برام بنویس فلان کن. این خیلی نمیتونه جذاب باشه، خیلی نمیتونه درست باشه یا خروجی خوبی به شما بده. پیشنهادی که من به شما دارم اینه که به درستی به چت جی پی تی صحبت کنید، چون چت جی پی تی بر اساس الگوریتم های خاص خودش میاد برای شما یک در حقیقت شخصیت آکادمیک، شخصیت معلمی یا یک شخصیت دوستانه درست میکنه. منظور من اینه که اگه شما باهاش دوستانه حرف بزنید، الگوریتمی که برای شما درست میکنه توی همون فضاست، پاسخهایی هم که به شما میده همونطور صمیمیه و یا عمدتاً از لحن رسمی‌تر، آکادمی‌تر، پژوهشمندانه‌تر استفاده نمی‌کنه. پس من همیشه میگم مهم اینه که شما شخصیتی که به چت جی پی تی در ابتدا میدید چگونه باشد. به عنوان مثال پاسخ‌هایی که من از چت جی پی تی دریافت می‌کنم با پاسخ‌هایی که دخترم دریافت می‌کنه کاملاً متفاوت هستش، چون من بر حسب نیاز خودم اومدم چت جی پی تی رو، الگوریتم‌هاش رو بر اساس یک استاد راهنمای پژوهشی و علمی و آکادمیک بار آوردم و بهش گفتم آقا تو شخصیتت این شکلیه. خیلی جالبه که شما میتونید به چت جی پی تی هم یک شخصیت بدید که اینجوری فکر کنه و اینجوری پاسخهای شما رو بده. برای همین چند تا نکته لازمه که در دستورهاتون رعایت بشه. یکی از چیزایی که لازم هست رعایت بکنید اینه که به چت جی پی تی بگید انتظار دارید مانند چه چیزی عمل بکنه برای شما. متوجه شدید همکارا؟ یعنی بهش بگو مثلا مانند یک متخصص داخلی خودت عمل کن. این خیلی مهمه. همین یک کلمه که شما بهش میدید دیگه از دادن پاسخهای کلی یا پاسخهایی که درست نباشن سعی میکنه که جلوگیری بکنه و مانند یک متخصص بعضی پاسخها رو بده، تحلیلها رو انجام. پس خیلی مهمه که باهاش اینطوری صحبت بکنید، یعنی زمینه ای رو که میخواید ازش بخواید، شخصیتی که میخواید نقشش رو بازی کنه، رولش رو داشته باشه بهش بدید. من اینجا توی همون فایل قبلی مثلا میتونم بهش بگم مانند یک کارشناس امور اداری و استخدامی عمل کن. میتونم اینجوری بهش بدم. پس این زمینه و کانتکستی که شما بهش میدید خیلی خیلی مهم هستش. حالا بذار بریم و تصویر رو ببینیم که اینجا شما هم نشوش. من با گوشی کار میکنم الان. من یه فرمی آزمون استخدامی سال 1404 بهش دادم. حالا تو گوشیم بود. حالا میخوام بگم که این رو برای من تحلیلش کنه. اوکی؟ شما نتایج یک تست رو بهش دادید. شما نتایج آزمایشتون رو بهش دادید. میتونید اینجوری تحلیلش کنید. خب بریم وارد شیم. قفل گوشی رو باز کنیم. بهش میگم مانند یک کارشناس حرفه‌ای
امور اداری و استخدامی در آموزش و پرورش ایران. ببین حتی من بهش گفتم ایران عمل کن. خب الان نقش رو براش مشخص کردم که تو دیگه الان هوش مصنوعی تنها نیستی، تو یک کارشناس حرفه‌ای امور اداری و استخدامی هستی که تو آموزش پرورش ایران کار میکنه. خب دومیش به صورت جزئی هدفی که دارم رو بهش مشخص میکنم. هدفم چیه؟ هدفم میخواد اینه که این فرم رو برای من تحلیل کنه. پس می نویسم که هدفم رو شروع کنم به تایپ کردن. این فرم را برای من تحلیل کن. خب بهش گفتم پس چه کاری داره انجام میده، تحلیلش کن. اما اگر جزئی تر بهش بگم خیلی بهتره. میام بهش میگم نکات ضعف و قوت این فرم را با توجه به قوانین استخدامی ایران در برنامه توسعه هفتم. ببینید اینجا خیلی مهمه، لیست کن یا در 5 گزینه بنویس. ببینید دارم بهش جزئیات میدم. بله من روی علامت پلاس زدم روی این به علاوه و یوز فایل رو استفاده کردم. حالا این رو براش نوشتم روی این فلش سیاه رنگ تو گوشیتون یه بار میزنید تا این دستور بره براش. شروع میکنه به خوندن متن. الان ببینید چقدر قشنگ فرم رو خوند. اعلام کرد این فرم یک گواهی سابقه فعالیت آموزش دهندگان در حوزه سوادآموزی و خرید خدمات آموزشیه. خیلی قشنگ اومد تحلیلش کرد که برای ارزیابی نهایی واقعا هم همینه. نقاط قوتش رو اومد بر اساس برنامه توسعه هفتم داره برای من میگه. ببینید چقدر قشنگ اعلام کرد. گفته آقا همراستاست با سیاست‌های برنامه هفتم همراست، چون تو برنامه هفتم بر ساماندهی نیروهای خدمات آموزش دهندگان و ایجاد مسیر شفاف برای جذب رسمیشون تاکید شده و این فرم هم دقیقاً همین رو میگه. بعد میاد میگه که حالا تعریف دقیقش کرده. خب بند 3 رو همینجور، لزوم تایید چند مقام استانی رو هم گذاشته، واقعا همینجوره، با عدالت استخدامی. اما نقاط ضعفش رو هم ببینید. اون چیزی که حالا من دنبالش بودم اینه دیگه. میگه که فرم صرفا سابقه رو ثبت میکنه اما سازوکار امتیازی یا تاثیر مستقیم اون تو گزینش نهایی شفاف نیست و واقعا همینجوری. ما فرم که بررسی کردیم این شکلی بوده دیگه. بند 2 بند 3 و قشنگ ببینید محدودیت در شمول افراد رو هم که هست. حالا ازم خواسته میخواید که این فرم رو یه جورایی برات بازطراحی هم بکنم. ببینید یه وقتایی مثلا مقام مافوق‌ترت مدیر مدرسه یا اداره از شما نظر میخواد راجع به یه فرمی، راجع به یک متنی، به راحتی میتونید بهش بدید و حالا اینجا همینجور نقاط قوت و ضعفش رو دریافت میکنید. حالا من ازش میخوام که بله یه نسخه بازطراحی رو برای من بنویسه. حالا خودش پیشنهاد داد دیگه، آخرین گزینه کافیه یه بله براش بفرست، تموم شد رفت. شما بهتر از من میدونید باش کار کنید. خیلی قشنگ
این فرم رو اومد برای من با طراحیش کرد، حتی کد رأیگیری داد. حالا میگه که میتونم به صورت داک هم بهت بدم. اگه شما خواستید که کپیش کنید، این گزینه‌ای هست 2 تا برگه سمت چپ پایین، یه بار اگه روش بزنید حالت چک مارک در بیاد. ببینید پیغام میده که فایل کپی شد. اینو میتونید کپی کنید، ببریدش توی ورد، پیستش کنید و اونجا حالا طراحی‌های خودتون روش انجام. پس من یه بار دیگه میگم چطور تونستید این کار رو انجام بدید. میریم روی پلاس، یه این علامت به علاوه کلیک میکنید، گزینه اد فایل رو بزنید. حالا توی گوشیتون هر جایی که هست، من اینجا مدیا رو میزنم، از قسمت بالا داکیومنت رو انتخاب میکنم که فایل های پی دی اف رو به من بده. فایل مورد نظرت رو انتخاب میکنی و اجازه میدی که آپلود بشه. همونطور که گفتم نسخه فری اجازه محدود آپلود فایل رو به شما میده، یعنی شما هر 5 ساعت میتونید که چند تا فایل رو بهش بدید. حالا اگر عجله داشتید مثل قبلی از اکانت های مختلف استفاده کنید برای این کار. خب همین کار هم خب توی نسخه ویندوزش امکان پذیره. من الان با نسخه ویندوز هم وارد میشم. الان نسخه ویندوزیم، کافیه روی پلاس بزنید، اولین گزینه Add Photo and File بزنید و میبینید که فایل های مختلف اینجا در اختیار شماست. ببینید قشنگ هست. من اینجا یه مبایعه نامه داشتم، مبایعه نامه رو بهش میدم و خیلی جالبه. این مبایعه نامه رو طراحی کردم قبلا، یه قرارداد. حالا یه بار دیگه بهتون آموزش میدم. این قسمت هایی که تکرار میکنم خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. بهش میگم نکنید مانند یک وکیل حرفه‌ای پایه 1 در ایران عمل کن، چون فرق میکنه، توی آمریکا قوانینشون فرق میکنه. اوکی؟ بس شخصیت دادم بهش و فایل پیوست را که یک مبایعه نامه دارم بهش جزئیات میدم را با دقت و خط به خط، خط به خط، نه خط به خط، خط به خط، پاراگراف به پاراگراف بخوان و ببینید چی میخوام ازش. بر اساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران نکاتی که در این مبایعه نامه ننوشته شده است را برای من لیست کن. حالا دیگه و بگو بر اساس کدام قانون اجبار هست این بند در آن ذکر شود. ببینید
دارم بهش میگم با جزئیات که چه کارهایی برام انجام بده. وقتی شما ازش اینجوری میخواید با دقت بیشتری میاد این کار رو انجام بده. همینجا شما میتونید روی پلاس بزنید، روی مور بزنید و وب سرچ رو هم براش چیکار بکنید؟ فعال کنید که بیاد از وب سرچ هم استفاده کنه. یعنی بیاد سرچ بزنه قوانین موضوعی که تو اینترنت هم وجود داره و بر اساس اونها هم بهت پاسخ بده. پس من اومدم روی پلاس، مور، وب سرچ رو هم فعال کردم. کافیه حالا همین رو بهش بدم. شروع میکنه به thinking longer for better answer. شروع میکنه به فکر کردن بیشتر برای اینکه پاسخ بهتری رو به شما بده. من صبر میکنم، هیچ عجله‌ای ندارم، چون شروع میکنه به ارزیابی اون کانترکت کلاسی که شما گذاشته دادید و درخواست شما رو داره جزئی میکنه برای اینکه درک بهتری شناسایی میکنه اون میسینگ هاش رو، اون بندهایی که مشکل داره، چون بهش گفته بودم بندهایی که مشکل داره رو چیکار بکن در بیار دیگه. داره اونها رو با اون چیزهایی که هست تطبیق میده. ببین پس دستوری که شما میدید خیلی مهمه. اگه همینجوری چت کنی باش سری میره و یه پاسخی رو بهت میده، خیلی هم سریه. وقتی تو شخصی، خصوصی، عامیانه باش حرف میزنی اونم عامیانه و سری بهتون پاسخ میده. ولی وقتی دستور درست باشه، جزئی باشه، هدف توش باشه، بهش شخصیت بدید، اون با دقت بیشتری میاد و پاسخ شما رو میده و اینجا میشه که تا حدودی پاسخ معتبرتره، ولی نقش شما رو هم اینجا حذف نمی‌کنه. وظیفه دارید که برید چک کنید که واقعا این پاسخ درسته یا نه، بندهایی که به کار برده درسته یا نه. همچنان داره ارزیابی میکنه این خطاهایی که میتونه در این مبایع نامه وجود داشته باشه، چون من ازش خواستم که خط به خط بیاد و این کار رو برای من انجام بده. پس ببینید خیلی جالبه. ما هوش مصنوعی رو برای پاسخهای عامیانمون و یا یه سری کارهای معمولی ازش استفاده میکنیم. الان اومد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اونا رو هم مطابقت داد و دوباره اونا رو داره منابع رو سرچ میزنه، وبسایت ها رو و رفرنس ها رو سرچ میزنه که بهش اضافه بکنه. اومده حالا قوانین رو تطبیق میده، رجستریشنش میکنه. ببینید این شکلیه عزیزان من. ما قراره که از چت جی پی تی به صورت حرفه‌ای استفاده کنیم، نه در حد یک مشاور. خانم کرمزاده کلاس شروع شده. الان چیزی که الان وجود داره خب از این الان کاری هست که اینجا لازمش باید انجام بده. بله، چون ما ازش خواستیم یک کار سنگینی رو ازش خواستیم، یعنی خواستیم که بیاد بر اساس بندها جستجو بزنه و حتی ازش خواستیم که بیاد و مقالات یا قوانین جمهوری اسلامی رو مطالعه بکنه، سرچ بزنه و بر اساس اون بهمون پاسخ بده. من معتقدم هرچی بیشتر چت جی پی تی بیاد و جستجو کنه، سرچ بزنه، نتایجی که به شما میده نتایج قوی تری هست. الان داره کانتکت رو ارگانیزیشن میکنه، دسته‌بندیش میکنه تا بخواد پاسخ من رو هم بهش بده. همچنان داره کار آنالیز رو انجام. ببینید وقتی شما دستور درست بدید این شکلی کار میکنه.
حالا من میام تا این کار رو انجام میده وارد نسخه چیز میشم، موبایلی میشم که اینجاست. وارد نسخه موبایلی میشم و یه پاسخ همینجوری بهش میدم. سلام چطوری؟ ببینی یه چیز الکی. این سریع به این پاسخ میده، خیلی سریع. سلام محمد جان، ممنونم، خوبم، تو چطوری؟ ببینی این عامیانه است. داره عامیانه با هم چت میکنه، خیلی نیاز به سرچ کردن نداره. من امروز کلاس دارم. یه چیز ساده بهش دارم میگم. عالیه، چه کلاسی داری امروز؟ خیلی نیازی به فکر کردن اینجا نداره. اما تفاوتش رو میتونید تو این دستوری که اینجا بهش داده شده ببینید. همچنان داره سرچ میزنه، همچنان داره جستجو میزنه. چرا؟ چون بهش گفتم آقا تو یه وکیل حرفه‌ای یا حواست باشه. حالا برو خط به خط اون موبایل نامه رو بخون بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. نکاتی که توش ننوشتم رو برام هم لیست کن. ببین بهش میگم لیستش کن که تو قانون هم اجباره و من باید ذکرش کنم. این نوع سرچ زدن و چون وب سرچ هم براشون زدم میاد قشنگ تمام مشکلاتی که این موبایل نام من رو داره در میاره و بهم پیشنهاد میده چه کارهایی انجام بدم. خیلی جالبه. حالا من یه تجربه خودم رو بگم. من چند دفاع لایحه داشتم که از هوش مصنوعی استفاده کردم و به راحتی در دادسرای حقوقی و یا جاهایی که بوده موفق شدم. خیلی راحت موفق شدم. کسی اصلا فکرش هم نمی کرد که من نه وکیل باشم، یه معلمی ساده‌ای باشم که تونستم از هوش مصنوعی به درستی سوال بپرسم، پاسخ پیدا کنم، تحلیل کنم و برم در دادسرای حقوقی از خودم دفاع کنم و حق خودم رو هم بگیرم. خیلی راحت من تونستم یک ادعای الکی رو اثبات بکنم و اونجا زمینا رو هم به خودمون برگردیم. خب این خیلی عالیه. نمیخوام بگم که شما 100% باید به هوش مصنوعی اعتماد کنید. خیر. بهش درست دستور بدید تا پاسخ درستی بهتون بده. بعد که پاسخ داد ایده بگیرید. برید اون بندها و ماده ها رو اگه داده، تاریخ ها رو اگه داده سرچ کنید، جستجو بزنید آیا واقعا همونا هست یا نیست و در پایان هم کار. خب این همچنان کار خودش رو انجام میده. تا این کارش رو انجام میده ما میریم سر وقته. ببینید چی گفت بهم بچه پاسخش رو داد. ببین چی گفت. ببین خیلی جالبه. میگه خیلی دقیق خوندمش. میگه موبایل نامه شما یه سند عادی فروش قطع زمینی که فاقد سند رسمی. درسته، واقعا هم درسته، من سند ندارم. که حدود اون بیشتر با توصیف‌های محلیه و نقشه ترسیمی. پرداخت‌های زمانبندی شده، اسقاط کافی خیارات، همه چیز هستش. اما چند بخش مهم نیومده که مبهمه و از نظر حقوق ایران باید تکمیل بشه. خیلی جالبه. ببینید کد ملی و کد پستی 10 رقمی هر دو طرف. اینا الزامه. مبنای الزام قانونیش هم قشنگ اینجا به من اعلام کرده. دوم، دقیق و غیر مبهم. موضوع معامله واقعا درسته. قشنگ بر اساس موادش اعلام کرده که اینها باید باشه. حتی UTMش هم باید باشه. این پاسخ صحیحه. زمانی که شما اینها رو میارید توی اون موبایل نامت دیگه طرف مقابل هیچ گونه امکان در رو ازش نداره. و برای من که خیلی مفید بود و چندین قرارداد خیلی مهم رو نوشتم که اصلا طرف وقتی که دید فکر میکرد من با یک
وکیل فوق حرفه‌ای دارم کار میکنم. اینا رو باز توصیه میکنم که حتما باید خودتون یه سری قوانین رو هم بلد باشید. من واقعیتش یه کتابخونه بزرگی دارم که توش کتاب‌های حقوقی هم زیاده. علاقه دارم به این موضوع و تو این موضوع کار میکنم. خب پس یاد گرفتیم که الان نوع دستور دادن چقدر میتونه مهم باشه برای کارمون. بریم ببینیم کسی سوال نداره. خب حالا صبح باشه بهتره اعلام کردن که فعلا حالا عصره به دلیل اینکه چند تا گروه هستید. بریم سر وقت یه موضوع دیگه توی آموزش. ببینید همکارا، چت جی پی تی یه امکان دیگه هم در اختیار شما قرار میده. من میخوام که صفحه رو بذارم. اگه شما میخواید به عنوان یک معلم، به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک دانش آموز از چت جی پی تی استفاده کنید، پیشنهاد میکنم گزینه Study and Learn رو فعال کنید. میتونه کمکتون کنه توی تمارینتون، میتونه بعضی از تمریناتون رو حل بکنه، بهتون دیدگاه بده، راهنماییتون کنه، توضیحات بیشتری بهتون بده. میتونه براتون کویز طراحی بکنه و یا موضوعات جدید رو براتون چیکار بکنه؟ سرچ بزنید. پس برای اولین بار اگه استفاده میکنید روی کانتینیو بزنید و شما الان همونطور که بهش گفتم یه نقش رو دادید بهش، اینجا نقش استادیه و حالا میتونید ازش سوالات مختلفی بپرسید که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. به عنوان مثال در مورد استفاده هوش مصنوعی در آموزش برای بچه‌های کلاس ششم یک مطلب آموزشی طراحی کن که در آن فعالیت‌های کلاسی، گروهی و بازی هم باشد. ببینید اونجا بهش نقش دادم و حالا بهش میگم چه کاری انجام بده و این شروع میکنه بر اساس نقش و سوال من کار انجام بده. ببینید قشنگ ببینید چقدر قشنگ داره کار رو انجام میده. برای پایه ششم بهش گفتم دارم بهش همه چیز رو واضح میگم. حالا اصلا یک دانش آموز من در املای فارسی کلمات سه و سه را همیشه اشتباه به کار میگیرد. یک جدول کار تمرینی برای رفع این مشکل پیشنهاد بده. ببین چی گفتم بهش. ببینید دایره کشیدن دور حرف مشکل دار، نقاشی کردن کنار کلمه، جمله سازی با کلمه، نوشتن دوبار. ببینید اینها اگه شما متخصص اختلالات یادگیری باشید میتونید بهش بگید مانند یک مربی متخصص
اختلالات یادگیری عمل کن و چند نوع تمرین فرایندی برای تقویت حافظه دیداری و رفع این مشکل پیشنهاد بده. ببینید خیلی دارم بهش یه سری جزئیات رو میگم که ازش میخوام که بر اساس اون جزئیات بیاد و کارهایی رو انجام بده. الان من بکنم یه درخواست داشتم خانم محمد. خب ببینید بر اساس دستور من که ازش خواسته بودم چه کار بکنه، حافظه دیداریش رو تقویت بکنه، چه پیغام هایی داد بین 3 و 3. ببینید بازی و یادداشت رو پاک کردن، تخته رو پاک کن، اینه. حالا یک تقلبم بهتون میرسونم. خیلی از کتاب هایی که در حال حاضر چاپ میشه تو این حوزه ها همینه. یعنی از اینها ایده میگیرید، تمرین های مربوط به اون رو درست میکنید، در قالب یک کتاب یا کتابچه میتونید به فروش برسونید، میتونید با دانش آموزای خصوصی خودتون کار کنید و اگر هم تجربه کافی توی این زمینه داشته باشید، حالا در مراکز کار کرده باشید، شک نکنید که میتونه یه برندی باشه برای شما که به راحتی تلفیق بکنید هوش مصنوعی رو با کاری که انجام میدید. فوق‌العاده جواب میده این کارا، فوق‌العاده جواب میده. تمرینش کنید و بازخوردش رو به من بدید. حالا من ازتون میخوام لطفاً همین الان یک دستور بدید به چت جی پی تی تون، کپیش کنید و توی همون گروه برای من الان ارسال کنید. خانم محمد ما سعی کردیم که این رو ضبط بکنیم و بعد در اختیارتون قرار بدیم. لطفاً کاری که انجام میدید الان این باشه، میخوام تعامل هم داشته باشید، با گوشیتون وارد شید، وارد چت جی پی تی بشید، یه سوال ازش بپرسید، یا یک دستور درست بهش بدید. مهم دستور درست دادنه. نتیجهش رو کپی کنید توی گروه. همین الان من منتظرم توی واتساپ که ببینم برای شما. یا اگر که میکروفونتون روشن کنید میتونید صحبت کنید. من الان منتظر فعالیت‌های شما هستم چون میخوام واقعا این قسمت رو خوب تمرین بکنید تا یاد بگیرید. خب منتظرم همچنان. خب خانم سیستانی عکس گرفتم فرستادم. تمایل دارم خانم سیستانی دستوری که دادید در بالا رو بصورتاً ببینم. خب به عنوان یک معلم زیست شناسی پایه دهم مدرسه استعدادهای درخشان چطور میتوانم فصل گوارش رو بهتر آموزش دهم تا کلاس بهتر و بالاترین بازدهی رو داشته باشم؟ خب همینجا من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. خیلی خوبه، ولی خب
ببینید اینجا نقش رو بهش دارید به عنوان یک معلم زیست شناسی پایه 10. این خوبه، مشکلی نداره. وقتی که ازش میگید چطور میتوانم فصل گوارش رو بهتر آموزش دهم، این در حقیقت نوعی سوالی هست که نیاز به فکر کردن داره، دیپ سرچ داره. اوکی؟ که بهترین و بالاترین بازی در چه چیزی، تو چه قسمتی بچه بازی بدن، تو پاسخ دادنشون، تو فکر کردنشون، اونا رو مجبور فکر کردن بکنه، اونا رو بتونن در پایان پاسخ سوالهای شما رو بدن. چه چیزی؟ این خیلی مهمه. حالا اگر پاسخی که بهت داده همون چیزی بود که مد نظرت بود، خب عالیه. ولی اگر میخوای به یک پاسخ درستری برسی، بهتر هست با جزئیات بیشتر، با نمونه، هدف مشخص و توی یک قالب مشخص، به صورت رسمی، به صورت نمیدونم 4 گزینه‌ای، به صورت لیست، به صورت فهرست، در قالب یک طرحنامه، هر چیزی که اینجوری بهش بگو. وقتی اینجوری بهش میگیم، خب قطعاً بهتر بهت پاسخ میده. خب خانم الطافی، خب این احتمالاً حالا نوع امکانات و چیزهایی که لازم هست برای اتاق تست، من نمیتونم دقیق فکر میکنم که همین چیز باشه. دقیقاً الان آره همونطور قبل از اینکه تصویر رو ببینه حدس زدم بر اساس پاسخ‌ها اینجوری باشه. دقیقاً. خب این پاسخ‌هایی که الان به شما داده استانداردهای آموزشی و یه فضای کلاسی هست. خب حالا اگر که حالا خانم الطافی تصویری از اون کلاس خودتون هم داشته باشید، میتونید به چت جی پی تی بدید و بهش بگید که یک تصویر بازطراحی شده اون رو بهتون بده، که حالا میدونید در ایران بیشتر میشه ایدئال، بر اساس امکانات بهت میدونم که اونجوری بتونید طراحی بشه، ولی خب ایدئال یک کلاس مخصوص تست و یا مخصوص کار با اختلالات یادگیری با بچه‌های دارای نیازهای ویژه و یا تست میتونه باشه. برای این کار کافی هست که بیاید از این قسمت ببینید، روی به علاوه بزنید، این سرچ رو ببندیدش، روی به علاوه بزنید، add photo and file رو بزنید، عکسی که گرفتید رو بهش بدید و ازش بخواید که اون رو براتون بازطراحی کنه. حالا من سعی میکنم که از نسخه موبایلی استفاده بکنم. بریم ببینیم میشه جنریت کنه برامون یا نه. خب من وارد چت جی پی تی میشم، از حالت استادیش خارج میشم، روی گزینه کامرا میزنم. خب ازش میخوام که این محیط من رو بازطراحی بکنه. یه عکس ازش میگیرم، روی کامرا زدم بچه‌ها، عکس رو دادم بهش.
حالا ازش میخوام مانند یک معمار داخلی عمل کن و بر اساس عکسی که به تو حالا دادم اتاق و کتابخانه من را باز طراحی کن به گونه‌ای که قابل استفاده برای آموزش آنلاین باشد. خب اینجوری بهش میدم. شما میتونید همین کارم بکنید. فضای اتاقتون رو بهش بدید و ببینید الان اومد ایرادایی که بود. میگه الان فقط یه چراغ مطالعه کوچیک داره میخونه ها. یعنی تصویر من رو داره چیکار میکنه؟ تصویر من رو داره تحلیلش میکنه. تمام ایرادایی که الان اینجا به کار من بود رو گفت. حتی تشخیص میده که اتاق من پژواک داره. خب درسته دیگه. حالا میگه یه طرح تصویر سه‌بعدی برات طراحی کنم. میگم بله. حالا این یه زمان به سرعت اینترنت شما و تعداد نفراتی که ازش درخواست کردند که این در حقیقت عکس رو برامون جنریت کنه، تولید کنه، اینجا میاد و برام پیشنهاد میده. خب حالا من این خصوصیات رو، همون جزئیات رو بهش اضافه کردم. حالا میخوایی که بیشتر رسمی و ساده باشه یا صمیمی؟ میگم رسمی و ساده. ببینید خودش همون بحث هایی که باید تو دستور ازش میخواستم رو خودش داره ازم میپرسه. میگه پر بشه چجوری پر بشه، میز کار چجوری باشه، استند، همه اینها رو تو جزئیات داره از من میپرسه. خب تا اینکه میرسم به چی؟ برای اینکه بتونم ازش استفاده کنم همون محدودیتی رو ازم خواست دیگه. میگه که اگه میخواید ادامه بدی باید 5 ساعت دیگه بیاد سراغ. پس شما میتونید 5 ساعت دیگه بیایید و سوال پرسید و یا اینکه وارد یه اکانت دیگه بشی و سوال رو ازش بپرسی تا اون تصویر مد نظرت رو دریافت بکنی. خب برم ببینم که خانم سیستانی سوالش رو دوباره گفته. خب آری این دیگه با شماست که آیا پاسخی که الان بهت داد واقعا شما رو اینجوری بگم نیاز شما رو برطرف کرد یا نه. مهمه که بهش نقش بدید، هدف مشخص کنید، جزئی باشه و با جزئیات بیشتر بهش بگید پاسخهایی که دریافت میکنید بهتره. حالا زمانی که برسه به بحث پژوهش که من توی کارگاه بعدیم مفصل دارم راجع به اون صحبت میکنم و آموزش میدم به گروه ها و گروه بعدیم فکر کنم از 15 مهر ماه دوباره شروع میشه. اونجا نحوه نوشتن مقالات، بررسی مقالات توسط هوش مصنوعی رو و حتی هوش‌های مصنوعی دیگر رو آموزش دارم میدم. خب تهیه یک فایل ویدئویی 2 دقیقه‌ای، میدونید که چت جی پی تی
محدودیت هایی رو در تهیه داره و بعضی از اینها فقط با پرو اتفاق میفته. میتونه برات بسازه یا میتونه برات طراحی کنه. این بحث طراحی فایل های ویدیویی بهتره که با هوش های مصنوعی دیگر اتفاق بیفته. که یکی از موضوعات دیگه از فعلا من ازتون خواهش میکنم نحوه دستور صحیح رو تمرین بکنید تا فردا. یک کوچولو الان بهتون 3 دقیقه بهتون آنتراک میدم، یا شاید هم کمتر. میخوام یکی از هوش‌های مصنوعی دیگر رو هم بهتون بگم که موضوع آموزش بعدی مونه، یعنی موضوع آموزش جلسه آینده مونه و خیلی میتونه به دردتون بخوره. یکی از هوش‌های مصنوعی که خود من استفاده میکنم ازش، محشره، یه چیزی عالی هست در حوزه آموزش. الان من سعی میکنم که واردش بشم. این هوش مصنوعی رو ما در جلسه آینده همونطور که تو سرفصل براتون نوشته بودم راجعش کار میکنیم. هوش مصنوعی هست به نام نوتبوک LM Learning. فوق‌العاده است و فوق‌العاده. ببینید خیلی از در حقیقت کارهام رو من اینجا انجام میدم. این هوش مصنوعی این امکان رو داره برای شما که باهاش بیاید خلاصه بکنید جزئیاتتون رو، جزوه هاتون رو خلاصه بکنید. میتونید باهاش یک نقشه ذهنی درست کنید، یک ذهن نگاشت رو بهش میگن درست کنید که کافیه فایل رو بهش بدید، روی ذهن نگاش بزنید، بعد تحویل بگیرید. ببینید چقدر راحت متنی که بهش داده بودم رو تبدیلش کرد به یه سری نمودار ذهنی، نقشه ذهنی که راحت‌تر بفهمم، درکش کنم. این برای مقالات، برای جزوه ها، برای کتاب ها، فصل های کتاب، اونایی که دانشجو هستن، اونایی که معلم هستن، خیلی به دردشون میخوره. مثلا الان تو قسمت مقدمه به من میگه تحول در یادگیری. اهمیت هوش مصنوعی خودش 3 تا بخش رو گفته. یکی شخصی سازیش، یکی تغییرات سریع و یکی هم پتانسیل. تو تعریف هوش مصنوعی از علوم کامپیوتر تواناییش هر کدوم از اینها ببینید کاربرداش، چالش هاست. خب این کجا به دردتون میخوره؟ خیلی جا، حتی میتونید دانلودش هم بکنید ببینید و ازش استفاده کنید. زمانی که به عنوان مثال اگر که معلمی یه فصل کتاب رو میخوای سازماندهی ادراکی داشته باشی ازش و فهرستش کنی و در موردش یاد بگیری و یا خلاصه ای از اون رو به بچه‌ها بدی که راحت‌تر بفهمنش، میتونی اون جزوات رو بیاری توی همین هوش مصنوعی نوتبوک LM و اونجا یه نقشه ذهنی رو ازش دریافت کنی. خیلی جذابه همکارم. یا میتونید ازش یه خلاصه ویدیویی درست کنید. من یه خلاصه ویدیویی ازش درخواست کرده بودم قبلا، بسته به سرعت اینترنتتون و کامپیوترتون میاد براتون اون محتوا رو درست کنید. ببینید چقدر قشنگه. به عنوان پادکست میتونه ازش استفاده کنید و خیلی کار دیگه. سلام به همگی. تا حالا به این فکر کردین که کلاس‌های درس آینده چه شکلی میشن؟ امروز میخوایم با هم ببینیم که هوش مصنوعی یا همون AI چطور قراره فقط یه ابزار ساده نباشه، بلکه بیاد و کلاً قواعد بازی رو توی دنیای آموزش و پرورش عوض کنه. خب بذارید بحث رو با یه سوال خیلی بزرگ و شاید یکم جنجالی شروع کنیم.
به نظرتون آیا یه ماشین میتونه معلم بهتری از یه انسان باشه؟ این دقیقا خب دیدید که چه قابلیت‌هایی داره. یکی از موضوعاتی که میخوام بهتون یاد بدم همینه. در جلسه آینده بله تصویر کلاست رو بهش بده و میتونه برات تحلیل کنه و بگه که چه موردی داره، چه مشکلاتی داره. خب پس جلسه آینده انشالله، چون الان خسته هم شدید، ما نوتبوک NMA رو یاد میگیریم و همچنین جمنای. جمنای یک هوش مصنوعی دیگه ای هست که مال گوگله و امکانات خوبی رو در اختیار شما قرار میده، به خصوص نانو بناناش که نانو بنانا خیلی عالی هست برای تصویرسازی. دیپ سرچ رو بهتون میده، تصویرسازی و یا یه سری کاره. خب فکر می‌کنم یه نفر کار داره میخواد صحبت کنه، بفرمایید. کسی سوالی داره همکاران؟ عزیزان اگر کسی سوالی داره حتما بپرسه. سوالی دارید من در خدمتتون هستم، حتما بپرسید. کافیه روی اون علامت دست بزنید، من براتون بزنم، میکروفونتون رو باز کنید و یا پاک. در غیر این صورت اجازه بدید که یک جلسه رو داشته باشیم برای فردا، باز هم یعنی ساعت 19:30. من این رو